بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی که در صحیح بخاری و مسلم از حدیث معاویه رضی الله عنه ثابت است، گفتند که من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. الله تعالی به کسی نیکی را خواهد او را در دین فقیه میگرداند، یعنی عالم میگرداند. حتی وقتی که شما روی به طلب علم آوردید و حرف میخوانید یا در مجلسی علم نشستید، اینم علامت دوست داشتن الله تعالی هست. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. الله تعالی به کسی خواهد نیکی را خواهد او را در دین فقیه میگرداند. این علامت نیکی خواستن الله تعالی به بنده است. لیکن اگر وقتی که بنده بیند که از علم دور شده ایستاده است، یعنی میتواند از این حدیث خلاصه برآورد که الله تعالی او را نیکی نخواسته است برای او، برای چی؟ از علم دور شده ایستاده است. و شیخ الاسلام رحمت الله علیه چندین علما ذکر کردند که اگر یگان فهم مسئله برایشان دشوار شود، یا معلم ابراهیم علمنی یا مفهم سلیمان فهمنی، ای معلم ابراهیم به من علم ده، ای ذاتی که به سلیمان فهم داده به من فهم ده، گفته دعا میکردن. بعضار در کتاب الاعلام العلی فی مناقب ابن تیمیه میگن که شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگفتن که من در یک آیت زیاده از 100 تفسیر را میخوانم. با وجود همین بعد اینکه 100 تفسیر را خواندن، به بعضی مسجدهای اطراف دمشق برآمده در نصف شب نماز میگذاشتند و بعد میگفتند که یا معلم ابراهیم علمنی یا مفهم سلیمان فهمنی. چون که این علم این گنج است، این کنز است، این الله تعالی به هر کی نمیدهد. بنابراین میپرسیدند و اگر یگان مسئله هم برایشان دشوار شود 1000 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه میگفتند. برای چی من این مسئله را نفهمیدم گفته.